آقا سلام علیکم. لطفا این ویدیو رو فقط کسایی نگاه کنن که میخوان توی زندگیشون موفق بشن یا اه، مثل من دچار کمالگرایی هستند و حسرت میشن و کسایی که با خودشون نمیتونن کنار بیان کلا تو زندگی و حس میکنن از زندگی عقب افتادن مثل من و خلاصه این دیگه و یکی مثل من به درد میخوره ویدیو. آقا نگاه کن، کلا ما توی زندگی، من بهش اینجا اومدم نوشتم، ما کلا 3 حالت بیشتر نداریم تو کل طول زندگی. یکی نقطه‌ای که حال حاضر هستیم، یکی نقطه‌ای که گذشتمون بودیم و یکی نقطه‌ای که آینده یا ایدئالمونه یا اون چیزی که دوست داریم بهش حالا به حال برسیم. خب شما زمانی که من خب میام نگاه میکنم، حالمو نگاه میکنم و میام میبرمش داخل مقایسه با ایدئال خودم، با اون آینده‌ای که فکر میکنم خیلی برام خوبه، ایدئاله و به معنای واقعی برای من موفقیته. خب دقیقا من اینجا دچار حسرت میشم. وقتی شما دچار حسرت میشی، حالا به فرض مثال شما اینجا ایکسی، خب شما می یه کاری راه میندازی، یه بیزنسی ران میکنی، بیزنسی استارت میزنی، بعد می خودتو با ایدئال مقایسه میکنی. وقتی خودتو با ایدئال مقایسه کنی میرسی به حسرت میخوری، میرسی به حسرت دیگه. میگی مثلا فرض مثلا پیش خود میگی آقا من دوست دارم مثلا این تعداد فالوور داشته باشه و در لازم من 1 فالوور دارم. آقا من دوست دارم 100 میلیون تا درآمد داشته باشه، من الان 100,000 تومان درآمد دارم. این باعث میشه حسرت بخوری. وقتی حسرت میخوری اون کار رو ادامه نمیدی و وقتی ادامه نمیدی دوباره داخلی حسرت دیگه میافتی، دوباره حس عقب گشتگی، حس این میکنی که عقب افتادی. ولی زمانی که شما بیای حال خودتو مقایسه کنی با جایی که تو گذشته خودت بودی، اوکی، با جایی که تو گذشته خودت بودی، با اون نقطه‌ای که تو گذشته خودت بودی ببری وارد مقایسه کنی و بسنجی. چندان که من با مقایسه حال نمی کنم. به نظر من باید بسنجی. خب بسنجی میبینی اوکی مثلا من تو گذشته، به فرض مثال آقا میخوام برات خیلی واضح شو بگم، آقا مثلا من تو گذشته مثلا جرأت راه اندازی مثلا بیزنس نداشتم، خب ولی در حال حاضر راهش انداختم، کاری